سلام به همه اونایی که همیشه و همه جا واسه موشکافی پاین. آقا ممل آمریکایی نظام یعنی شیخ فری از نیویورک برگشت و قبای پاره عظما رو پاره تر کرد. عبامون پاره بود و پاره تر شد، مامان بمیره مامان بمیره. نظام بیچاره بود بیچاره تر شد، مامان بمیره مامان بمیره مامان بمیره. تم بمیری؟ هنوز عرق سفر شیخ فری خوش نشده؟ سیدعلی از کفش پرونی خیابونی و بسیجیوار رفت سراغ کفش پرونی مطبوعاتی. شربت مداری نعلین عظما رو همچی پروند واسه عمامه شیخ فری تا به همه عالی کنه که پشت این قشقرقا شخص سیدعلیه. آخرین بخش از سفر نیویورک که باید آن را تأسف‌بارترین پرده و بزرگترین امتیازی دانست که رئیس جمهور محترم کشور ما به حریف داده است، مکالمه تلفنی ایشان با رئیس جمهور آمریکاست. اکنون سوال این است که اگر درخواست مکالمه از سوی آقای روحانی بوده است، آیا نسبت دادن آن به آمریکایی‌ها با شعار دولت راستگویان در تناقض نیست؟ لنگ کفش پرونی مطبوعاتی رو دیدی؟ حالا جفتک پرونی مجلسی رو بشنوی. اکنون رئیس جمهور محترم باید به صراحت پاسخ دهد که در برابر آبنبات مکالمه تلفنی اوباما و خداحافظ گفتن دست و پا شکسته عروسک صهیونیست ها هرچند به درخواست آنها چه قهرمانی آفریده شد. قهرمانی آفریده نشد خنگه. نظام آشولاش سیدعلی چند وجب دیگه تو باطلاق مصیبتاش فرو رفت. حالا از اون طرف در حالی که فضاحت چاخان روحانی سر گدایی یه تکزنگ از اوباما دنیا رو پر کرده، شما فقط دیپلماسی ماسمالی رو در پشم شیشه ولایت تماشا کنید. این شما و این الاغچی. تلاش هایی شد طرف آمریکایی اصرار داشت که ملاقات حضوری صورت بگیره. به هر حال با محاسباتی که صورت گرفت و طبق نظر و فرمایش جناب دکتر روحانی این ملاقات صلاح به برگزاریش دیده نشد. نهایتاً اونها روی ایده های دیگه رفتن، پیشنهادات دیگری مطرح کردن. با طرف ایرانی در این خصوص صحبت‌های شد و نهایتاً ایده تماس تلفنی رو دو طرف بهش رسیدن که برقرار شد. دو طرف بهش رسیدن؟ تا دیروز که شیخ فری میگفت از کاخ سفید زنگ زدن گفتن مایلن صدای حسن رو بشنون. حالا چی شد؟ کار به ایده مشترک کشید و دو طرف بهش رسیدن؟ خب حالا حسن قش تو بیا بگو ببینیم دستاورد این تماس واسه نظام چی بود؟ مسیر اگر 1000 کیلومتر هم باشه، حداقل 10 کیلومتر 100 کیلومتر هم شما تو مسیر برید، ولو اینکه راه طولانی بیشتری در پیش داشته باشید، ولی مهم اینه که میگن در این مسیر 1000 کیلومتری حرکت آغاز شده. بله. 10 کیلومتر رو از 1000 کیلومتر تاتی کردید؟ بابا تو این دور زمونه گذشت زمان واسه عظما مثل نشستن روی کاکتوس میمونه. اگه قرار باشه سیدعلی هر 10 کیلومتر رو تو 6 ماه بره، تا اون وقت واسه 1000 کیلومتر باید 600 ماه صبر کنه. خب ایکیو تو این زمان با این همه مصیبت اوزی 7 کفن پوسونده که. آخه این بازی ها دیگه اثر نداره. وای 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 ریش و پشم و عبا دیگه ثمر نداره. وای 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 افتضاح به بار میاد، باباشم در میاد. وای 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 هرچی ملا خور شده از گلوش در میاد. وای 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 خامنه خماره طاقت نداره والا. خب آقا سرتون رو درد نیارن. همه این لنگ و لگدا و شلتاق پلتاقا واسه خاطر هنگ کردن مخ سیدعلی تو این دوراهی آخره. چه بمب و غنی کنه، چه زهر رو بندازه بالا، ته خط یه عظما میمونه و یه ملت ایران و یه جارو خاک انداز.
آی زباله دون تاریخ، جا واکن که مهمون جدیدت تو راهه.